با درود و مهر حضور همه عزیزانی که احیانا این ویدیو رو میبینن. همونجوری که در ویدیوی قبلی گفتم، شروع کردم یه سری ویدیوهایی که حال خودم رو خوب میکنه و احیانا شاید حال شما رو هم خوب کنه، تهیه میکنم تحت عنوان در جستجوی حقیقت، در جستجوی معنا، در جستجوی خود، در جستجوی خودشناسی، آگاهی، رشد و شادی درونی. عرض کنم که خدمت شما داستانی هست که حالا واقعی یا غیر واقعی مهم نیست، چون این داستان ها سمبولیکن و میخوان درس های زندگی را به ما یاد بدن، چون درس های زندگی را توی مدرسه و دانشگاه ها ما یاد نمیگیریم و متاسفانه توی دنیا، هیچ جای دنیا درس های زندگی را یاد نمیدن. حالا یا عمدی هست این موضوع یا به هر حال سعوی که من فکر میکنم عمدی هست، میخوان انسان در بیخبری بمونه و ازش سوء استفاده بشه، چون بزرگترین دشمن ما جهل و نادانی ما هست و از این جهل و نادانی سوء استفاده میکنن. علاوه بر این که ما با جهل خودمون بزرگترین دشمن خودمون هستیم و به خودمون آسیب میزنیم. این داستان از این قرار هست. روزی یه فقیری نشسته بود کنار دیواری روی صندوقچه‌ای و گدایی میکرد. یه شخصی اومد از اونجا رد بشه، به اون شخص گفت یه کمکی به من بکن، یه پولی به من بده، یه چیزی به من بده. حالا تو فرانسه میگن یه پولی بده من برم غذا بخورم مثلا. عرض کنم خدمتتون که اون گفت نه من پول ندارم به تو بدم، حالا هر چی میتونی بده. گفت هیچی ندارم. اصرار کرد اون گدا. اون شخص بهش گفت که اون صندوقچه‌ای که روش نشستی چی هست؟ صندوقچه هست، من مدت زیادیه اینو دارم و روی این نشستم اینجا و گدایی میکنم. گفت تا حالا در صندوقچه رو هم باز کردی؟ گفت نه. حالا بازش کن ببین شاید چیزی توش بود. و اون گدا در صندوقچه را باز کرد و دید که به به، پر از طلا و جواهرات. این داستان به ما میخواد بگه که هر یک از ما انسان ها یه گنجی در درون خودمون داریم و وظیفه ما هست که بریم و اون گنج را کشف کنیم. کشف اون گنج شخصیه، هیچ کس نمیتونه به هیچ کس کمک بکنه. من نمیتونم به بچم کمک بکنم، به نزدیکانم، اونا هم نمیتونن به من کمک کنن و راهی هست که هر شخصی باید خودش بره و تجربه کنه. خب حالا بعد از این و بعد از 40 سال تفکر و تأمل و مطالعه و تحصیل و تحقیق، چون گفتم که از 40 سال پیش این موضوع که حقیقت چی هست و چرا ادیان مختلف هستند، چرا خدا واحد هست ولی این همه دین فرستاده و ضد و نقیضن، همین دیندارا بیشتر با هم می جنگن و باعث بدبختی انسان شدن و اینها برای من قابل قبول نبود، تا اینکه یک مسیر سخت که سخت‌ترین مسیر زندگی هست، یعنی خودشناسی را شروع کردم و این راه آسونی نیست و خیلی باید مثل مار پوست بندازی و پوست تا میکنن و هی پوست بیاری تا کم 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 شاید بتونی یه چیزایی از درون خودت، یه قطره ای از اون گنج رو کشف کنی، حس کنی، شاد بشی. در هر حال نتیجه
برداشت‌های شخصی خودم و زندگی زیسته خودم که تجربه کردم، تصمیم گرفتم که در این جنگل زیبایی که نشستم، جنگل بسیار زیبایی، واقعا انرژی مثبت و صدای پرندگان فوق العاده حال هر انسانی رو خوب میکنه، با عزیزان در میون بذارم. و چون وقت من محدوده و بیشتر از 15 دقیقه پخش نمیشه فعلا ویدیوهای من، ناچارم تو 15 دقیقه تموم کنم و شروع میکنم با یک شعر بسیار زیبا از اقبال لاهوری که شاعر، حکیم و دانشمندی بود، فیلسوفی بود که از هند رفت به فکر میکنم انگلستان، تحصیلاتشو کرد و اومد هند و شروع کرد به شعر سرودن. این شعرها شعر نیستن، درس‌های زندگی است. و ایشون خیلی ارادت خاصی هم به مولوی داشت و به سبک مولوی هم شعر میگفت. اولین شعرش در مورد تولد انسانه، تحت عنوان میلاد انسان. من این شعر رو میخونم و سعی میکنم تا اونجایی که درک کردم تفسیر کنم و توضیح بدم. این شعر با عنوان میلاد انسان، اینی که انسانی اومد روی زمین، حالا چجوری و از کجا نمیدونیم، ادیان یه چیزی میگن، علم یه چیز دیگه میگه، مهم نیست، بالاخره انسانی اومد روی زمین. بعد میگه این انسان که اومد روی زمین نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد. عشق نعره زد. عشق چی هست؟ عشق همون انرژی، آگاهی، هوشیاری و خرد و عقل بی‌نهایتی هست که همه چی رو درست میکنه. زمین و زمان و انسان و موجودات و حیوانات و هر چی هست به وسیله نیرویی به نام عشق درست میشن که حالا هر کسی یه اسمی میذاره، خدا، زندگی، هستی، وجود. ولی من دوست ندارم از کلمه خدا استفاده کنم، هرچند مجبورم گاهی استفاده کنم، چون وقتی میگیم خدا انگار خدا رو شخصی میکنیم و تصور میکنیم که تو اون آسمونا نشسته و منتظره ببینه ما چه کار میکنیم و ما رو مجازات کنه. نه، یه عشق بی نهایتی که همه جا جریان داره، در همه چیز جریان داره و در ما هم جریان داره. زمانی که انسان اومد رو زمین، این عشق فریاد کشید که خونین جگری پیدا شد. انسانی اومد که خونین جگره، یعنی رنج میکشه، سختی میکشه، بدبختی میکشه و درد میکشه. خونین جگر یعنی انسان اومد روی زمین. حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد. حسن یعنی زیبایی، بی نهایت زیبایی. به خودش لرزید که این انسان صاحب نظره، یعنی میتونه خودشو کشف کنه، میتونه تکنولوژی داشته باشه، میتونه همه این چیزهایی که انسان درست کرده و هوش مصنوعی و بی نهایت امکاناتی که انسان برای آسایش خودش، برای راحتی خودش ساخته، میتونه بسازه. ولی اینجا به نظر من منظورش صاحب نظر یعنی این که نظری که دیدی که میتونه خودشو کشف کنه، اون گنج درونشو ببینه و بشناسه. فطرت آشفت که در خاک جهان مجبور. فطرت یعنی همون ذات هستی، همون وجود، همون زندگی برآشفته شد که از این خاکی که زمینی که مجبور هست و اختیاری از خودش نداره، خودگری، خودنگری، خودشکنی پیدا شد. خودگر یعنی کسی که خودشو میسازه، مثل مسگر که مس رو تبدیل میکنه یا میسازه، یا کوزه‌گر که کوزه میسازه. انسان میتونه خودسازی کنه. خودگری، خودنگری، انسان میتونه خودشو ببینه، خودش
یعنی خود اصلیش، این نه این خودی که حالا من یه شخصی هستم به نام فلانی، فرزند فلانی، شغلم اینه، زنم بچه‌م نمیدونم این چیزها رو دارم، این خود نه. اون خودی که نادیدنیه و با چشم دیده نمیشه، اون رو میتونه ببینه. خودنگر و خودشکنی پیدا شد. خودشکن یعنی این که ما تا 7-8 سالگی حالمون خوبه، همه انسان ها، و در حضور زندگی میکنیم. بعد کم 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 بزرگ میشیم، خانواده، مدرسه، اجتماع یه چیزایی به ما یاد میدن که تو باید درس بخونی، تو باید موفق بشی، تو باید ازدواج کنی، تو باید شغل خوب داشته باشی، تو باید رقابت کنی، تو باید نمیدونم از فلانی بهتر باشی، تو باید که همه اینا منیت. خود شکن یعنی انسانی که میاد و اون خود ذهنی و توهمی و کاذب و دروغ رو میشکنه و به خود اصلیش میرسه، خود اصلیش رو میبینه، ذاتش، فطرتش، عشق. خبری رفت ز گردون به شبستان ازل. میگه از روی زمین یه خبری رفت به شبستان ازل. شبستان ازل جایی که همون منشأ و مبدأ هستی و آفرینش هست، همون جایی که شاید افرادی باشن یا کسانی باشن که به حقیقت خودشون رسیدن و رفتن. و شبستان ازل حذر ای پردگیان، پرده دری پیدا شد. گفت مواظب باشین ای شمایی که رسیدین به اینجا و در آزادی، آرامش و خدمتون که عرض کنم در حقیقت، با حقیقت زندگی میکنین. بفهمین که یک باشنده روی زمین پیدا شد که پرده دری میکنه. این میتونه اون چیزایی که شما میدونین، این پرده های درونی، این موانع رو برداره و روی زمین خاکی که مجبور بود، این باشنده میتونه اون چیزایی که شما میدونین بدونه و به خودش برسه و خودش رو بشناسه و حقیقت و عشق را در درون خودش کشف کنه. آرزو بیخبر از خیش در آغوش جهان. آرزو یعنی میل، خواستن، که اون هم به هر حال نمیدونست چه اتفاقی میفته. در آغوش جهان هستی، اون میل به رشد و پیشرفت و ساختن و خودشناسی و سازندگی و درونی و بیرونی، در آغوش جهان، در جهان چشم وا کرد و جهان دیگری پیدا شد. اون میل جهان را دید و دید که جهان دیگری اینجا هست. زندگی گفت Je sais pas. Excusez-moi. Vous pouvez regarder. ببخشید. De rien. Moi j'ai un peu de l'eau si vous voulez. Non, merci. Ok. ببخشید یه خانم اومد اینجا گفت آب هست، من نمیدونستم. به هر حال هم آب دارم، میخوای؟ گفت نه نمیخوام. خب عذرخواهی میکنم. بله. زندگی گفت که در خاک جهان مجبور، زندگی گفت که در خاک تپیدم همه عمر، که تا در این گنبد دیرینه دری پیدا شد. زندگی، زمین زنده هست، همه موجودات، گیاهان و نباتات، جمادات، حیوانات، انسان، هر چیزی هست، ستارگان، هر چیزی هست، اینا زنده هستن. فقط ما زنده نیستیم. انرژی حیات در اونا جریان داره. گفت که در خاک تپیدم همه عمر. من خیلی وقت توی این خاک مجبور منتظر بودم
تا در این گنبد دیرینه دری پیدا شد. اون عشقی که تو زمین انرژی نیرویی که بوده، میگه خیلی من صبر کردم تا در این گنبد دیرینه آسمانی که همیشه بوده و هست و خواهد بود، یه دری پیدا شد. یه انسانی اومد که من میتونم از طریق اون خودم بروز و ظهور بدم. خب این شعر اینجا تموم شد و من هم چون بیشتر از 15 دقیقه نمیتونم ویدیو تهیه کنم، فعلا این ویدیو رو به پایان میرسونم و امیدوارم که تن همتون سالم و دل همتون خوش باشه. به هر حال این ویدیوها نمیدونم، آرزو میکنم که حالتون رو خوب کنه، ولی حال خودم رو خیلی خوب میکنه. خب فعلا تا ویدیوی بعدی، در پناه حق شاد و پیروز باشید. خدا حافظ شما، خدا نگهدار شما.